من به خود مسئولین همین رو گفتم همین چند روز. مسئولین باید بیان مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنن. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. همدلی که ما گفتیم، همدلی و همزبانی. همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بده که مردم همدلی کنید، مردم هم بگن چشم. این همدلی نمیشه که. فکت شیت که از رسانه ها این روزها زیاد شنیده می شود و فرهنگستان هم به گزاره برگ ترجمه کرده. امریکایی ها از در واقع بعد از هر توافق بین المللی تفسیر و برداشت های خودشون رو و نکات خودشون رو برجسته سازی میکنن و از اون به نام فکت شیت یاد میکنن. این فکت شیت دادن امریکایی ها از یک متن مشخص از توافق ژنو در آذر 92 شروع شد. تصمیم گرفته شد و جناب آقای ظریف دارن بررسی میکنن، یک فکت شیتی رو تهیه کرده سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه متفقاً که الان دست آقای دکتر ظریف هست که اگر مصلحت بدونن این فکت شیت رو اعلام بکنن که برخی از این ابهاماتی که هرچند پاسخ داده شده ولی در چارچوب فکت شیت انشالله به عرض ملت بزرگ ایران برسه. با انتشار فکت شیت یا همان گزاره برگ از طرف ایران، برخی پیش بینی می‌کنند روزهای آینده در رسانه‌های جهان روزهای نبرد بین فکت شیت‌ها خواهد بود. من خدا رو شاهد میگیرم، حالا شاید این مقدار غلوف باشه، ما یه مقدار محدودیت پذیرفتیم. محدودیت‌های ما چیست؟ حضرت آقا دیروز فرمودن به جناب آقای دکتر ظریف که آقای ظریف شما برید فکت شیت ایران رو هم در اختیار مردم قرار بدید. گفتن کشور ما با اونها فرق میکنه. کشور ما رابطه ملت و دولت یک رابطه عمیقی است. دولت برآمده از اراده ملت است. شما فکت شیت رو بدید مردم بدانند که ایشون هم دارن زحمت میکشن فکت شیت رو تنظیم میکنن. 213 نماینده مجلس بیانیه دادن فکت شیت منتشر شه. هیئت رئیسه محترم اجازه بدید آقای ابوترابی 213 نفر امضا کردن. آقا میگه ما بیکاریم بیایم 2 ساعت بشینیم آقای صالحی رو صحبت کنن بعد عمل نکنن. من حرفم تمام شد. چرا به مردم نمیگن چه چیزی قراره بدیم چه بگیریم؟ چرا نمیگن وضعیت تحریم ها چی میشه؟ آقای لاوروف هم اومده گفته اون فکت شیت آمریکایی‌ها میگه واقعیه. خب بزنین تو دهن اینا آقای ظریف فکت شیت منتشر کنید. من به خود مسئولین همین رو گفتم همین چند روز. مسئولین باید بیان مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند. ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است. همدلی که ما گفتیم، همدلی و همزبانی. همدلی یک چیز زورکی نیست، یک چیز دستوری نیست که کسی دستور بده که مردم همدلی کنید، مردم هم بگن چشم. این همدلی نمیشه که. همدلی مثل یک گل است، مثل یک نهال بوته گل است. باید نهال رو نشان در زمین، بعد از اون مراقبت کرد، اون رو آبیاری کرد، از لطمه زدن به اون باید جلوگیری کرد تا این همدلی رشد کنه. بدون این همدلی نخواهد شد.